برای اینکه بخواید توی اینستاگرام یک پیجی رو بزنید که ازش درآمد کسب کنید، در قدم اول باید یک سری زیرساخت‌ها رو فراهم کنید. توی این جلسه میخوام به مراحل عملی زدن یک پیج بپردازم. قبل از اینکه هر نکته‌ای رو بخوام بگم، این نکته رو بگم که برای اینکه پیجتون امنیت کامل داشته باشه که اگر خدای نکرده بپره بشه برگردون، یا اینکه بتونید در واقع امنیت پیجتون رو تضمین کنید که کسی نتونه هک کنه یا اینا، باید یک ایمیل منحصر به فرد هر یه دونه پیج داشته باشه. یعنی ببین شما میتونید هر یک ایمیل رو برای چند تا پیج به کار ببرید، اما امنیت پیجتون میاد پایین. خب پس همین ابتدای کار این نکته رو میگم که اگر بخواید یک پیج جدید بزنید، نیاز دارید به اینکه یک ایمیلی رو روش بزنید که قبلا توی هیچ پیجی به کار نرفته. اگر همچین ایمیلی دارید، میتونید به این جلسه بعدی رو نگاه کنید. اگر ایمیلی ندارید که داخل هیچ پیجی به کار نرفته باشه، این جلسه رو ببینید تا مراحل عملی زدن یک ایمیل جدید رو با هم دیگه بررسی کنیم. ابتدا وارد منوی گوشیتون میشید. مراحلی که دارم میگم برای اندروید و آیفون کاملا یکسانه. گزینه جیمیل رو انتخاب میکنید، برنامه جیمیل رو. این گوشه بالا سمت راست برای شما یک حرفی رو نوشته یا ممکنه عکستون باشه. برای من نوشته وای. روی این قسمت میزنید. توی گزینه هایی که توی این صفحه دارید میبینید، روی گزینه Add Another Account کلیک میکنید و گزینه گوگل رو میزنید. یک مقدار صبر میکنید. اینجا از شما میخواد که مشخص کنید یا اثبات کنید که خودتون هستید، یا رمز باید وارد کنید، یا اگر اثر انگشتتون رو تعریف کردین، با زدن اثر انگشتتون میتونید وارد صفحه بعدی بشید. صفحه‌ای که برای شما میاد اینه. اگر میخواید ایمیل جدیدی رو انتخاب کنید، گزینه Create Account رو میزنید. دو تا گزینه برای شما میاره، For Myself یا مثلا تو Manage My Business. فرقی نداره، یکی از این دوتا رو انتخاب میکنید. من برای بیزینس هم میزنم، یعنی تو Manage My Business رو انتخاب میکنم. اینجا از شما میخواد یک نام وارد کنید. مثلا من اسممو میزنم یونس. یک فامیل برای خودتون باید بذارید عباسی. بعد که اسم و فامیلتون رو انتخاب کردید، میتونه این اسم و فامیل حقیقی باشه، میتونه مجازی باشه، فرقی نداره. گزینه Next رو میزنید. اینجا یک تاریخ تولد باید برای خودتون انتخاب کنید. دقت کنید اگر تاریخ تولدی که دارید انتخاب میکنید سن شما رو زیر 13 سال نشون بده، برای شما دردسر میشه. پس حتما اول اینکه سعی کنید واقعا تاریخ تولد واقعیتون باشه، یا اینکه سنتون رو زیادتر نشون بده. الان مثلا 1990، الان 2023 هستیم که میشه در واقع 33 سال. یک روزی رو اینجا انتخاب میکنید، ماه رو هم انتخاب میکنید. توی قسمت بعدی میتونید جنسیتتون رو انتخاب کنید، زن، مرد. ترجیح میدم نگم، غیره. خب من مثلا اینجا میزنم مرد. گزینه بعدی نکست رو میزنم. اینجا یک سری پیشنهادات براتون میاره که میتونید این ایمیل ها رو انتخاب کنید. میتونید آدرس شخصی خودتون رو بسازید. اگر با این پیشنهادات اوکیید، میتونید یکی از اینا رو انتخاب کنید. اگر نه، روی Create Your Own Gmail Address میزنید. اینجا برای خودتون یک آدرسی رو مینویسید. مثلا من مینویسم یونسنیا 20 94 31 225. خب گزینه نکست رو میزنم. یک پسورد میخواد انتخاب کنید. دقت کنید که پسوردتون حداقل باید 6 تا در واقع عبارت باشه، 6 تا پارامتر باشه. خب اینجا مثلا من بهترین حالتش اینه که یک حرف بزرگ انگلیسی، یک حرف کوچیک انگلیسی، یک دونه نماد و یک سری اعداد داخلش به کار بره. مثلا A، بعد یه دونه ادساین، یه چیزی بزنم که فراموش نکنم، یه دونه وای، مثلا یه دونه ادساین، یونس، اینجوری. حالا یک دونه عدد هم انتخاب کنم، مثلا 94 31 225. بعد که پسورد رو انتخاب کردید، گزینه نکست رو میزنید. اینجا ازتون میخواد که شماره وارد کنید. یه نکته رو باز دوباره بهتون بگم، اگر شماره ای دارید که هیچ پیجی روش سوار نشده یا هیچ ایمیلی باهاش نساختید، بهترین که اون شماره رو اینجا وارد کنید. حتما سعی کنید برای بیزینستون یک شماره مجزا داشته باشید. شما قرار ادمین بشید، باید حتما شماره بیزینسی مخصوص خودتون رو داشته باشید. سعی کنید با شماره شخصیتون کار نکنید.
خب یک شماره رو اینجا وارد میکنید. اگر گزینه اسکیپ رو بزنید رد میشه، بدون شماره میتونید ایمیل رو بزنید، ولی اگر ایمیلتون بپره برگردوندنش خیلی سخت میشه. پس حتما یک شماره واقعی رو اینجا وارد کنید. به عنوان مثال من شماره میزنم 921 037 0275. یک شماره همینجا من وارد کردم. بعد گزینه نکست رو میزنم. یک SMS میاد که باید اون SMS رو اینجا وارد کنید. ممکن اگر قبلا استفاده کرده باشین ازتون SMS نخواد. بعد گزینه نکست رو میزنید. به همین راحتی در واقع مراحل اولیش تموم میشه. اینجا در واقع قوانین و اون چیزایی که باید بپذیرین، قوانین و مقررات گوگل رو براتون آورده، میتونید بخونید، نخوندینم مشکلی نداره. و در نهایت گزینه من موافق هستم یا I agree رو انتخاب میکنید. به همین راحتی ایمیل شما زده شد. برای اینکه بتونید وارد ایمیلتون بشید انگشتتون رو روی این حرف بالا روی گوشه سمت راست بالا نگه میدارید و ایمیلی که ساختین رو انتخاب میکنید. من این ایمیل رو زدم. به همین راحتی ایمیل جدید برای شما ساخته شد. بریم برای اینکه یاد بگیریم حالا با استفاده از ایمیل و شماره‌مون چجوری یک پیج قدرتمند رو